روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که پس از رخصتی‌های عید فطر، روند اخراج گسترده مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی در سراسر این کشور به ویژه در ایالت خیبر پختونخوا آغاز شده است. حکومت پاکستان در روزهای عید عملیات بازداشت افغانها را به طور موقت متوقف کرده بود. نهادهای امنیتی خیبر پختونخوا نیز اعلام کردند که در پیوند با شناسایی، بازداشت و اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی، اقدامات سختگیرانه روی دست گرفتند. همچنان یک برنامه گسترده بازگشت داوطلبانه برای شهروندان افغان از روز چهارشنبه آغاز می شود تا کسانی که می خواهند به طور داوطلبانه به افغانستان برگردند تشویق شوند. در پیشاور نیز روند سرشماری مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی از سر گرفته شده و قرار است در یک هفته آینده معلومات دقیق‌تری جمع‌آوری شود. در این روند توجه ویژه به جمع‌آوری معلومات درباره مهاجرانی است که به گونه غیرقانونی تذکره پاکستانی دریافت کردند، زنان افغان که با مردان پاکستانی ازدواج کردند و سایر افرادی که وضعیت حقوقی مشترک یا پیچیده دارند. همچنان مقام‌ها جمع‌آوری معلومات درباره فعالیت‌های تجاری و دارایی‌های مهاجران را آغاز کردند. منابع به روزنامه دان گفتند که برای تسریع اقدامات علیه شهروندان افغان فاقد اسناد، هدایت‌هایی صادر شده و توصیه شده است که عملیات بازداشت مهاجران افغان نسبت به گذشته نیز سریعتر انجام شود. پیشتر وزارت مهاجران و عودت‌کدتن طالبان اعلام کرد که در سال جاری بیش از 3 میلیون افغان از ایران، پاکستان و ترکیه به گونه اجباری و داوطلبانه به کشور بازگردانده شدند.